مذهب فردوسی از ابتدای عصر 20 میلادی به مسئله یک سیاسی و ایدئولوژی مبدل کرد. حاضر همین چیزا بعضی همین برام میگن بعضی انسان‌های زیایی نماها حرکت میکنن که اسلام از ضد چی گذارن؟ فرهنگ و تمدنی تاجیکی و ایرانی قدیمی ما. بعد وای ستایش پیغمبرمون میگه فردوسی. بعد اون ستایش چهار خلیفه راشد رو میگه. فردوسی اومد گفت که خداوند تنزیل و خداوند وحی، خداوند امر و خداوند نهی. یعنی این معنی چی داره؟ یعنی اشاره داره به منزلتی رفیع پیامبر صلی الله علیه و که او صاحب تنزیل قرآن است، این کتاب مقدس است، این کتابی که نازل شده پیامبر صلی الله علیه و صاحب وحی است. گاه به اصطلاح میگه فردوسی چرخونده میستد هر جای شاهنامه عقیده خودش. استاد مقصد فردوسی از نوشتن شاهنامه چی بود؟ وقتی که ما شاهنامه را خوانیم فهمیده میتوانیم که فردوسی در کدام دین بود؟ خب اول باید به خود شاعر مثلا شناخت شد که شاعر کی است. خب فردوسی بزرگترین شاعر پارسیگاه است. شاهنامه رو تعریف کرد. یعنی یک شاهکاری ادبیات فارسی به حساب میاد این کتاب. شاعر در 30 سالگی سر کرد این نوشتنش. خب زمان سامانیا بود. میدونم که سامانیا یکی از پشتیبانای زبان فارسی بودن و برای ترویج و نشر کردن این زبان خیلی کوشیدن، سعی کردن و فضای مساعد برای همین زبان نشر کردن اونها آماده کردن. و فردوسی در همون زمان بود، یعنی توانست که از همین فضای مساعد استفاده برد و اثر آفرد که 1000 سال این اثر زنده موند. مثلا با وجود که من 1000 سال زیاد گذشته است، لیکن اثرش چی زنده موند فردوسی. بنابراین بعضی گفتن که بعضی به فردوسی لقب حکیم میدن که در حقیقت حکیم زیبم هست. در حقیقت جمله‌هایی دارد که انسان در حیرت میشه از خرد بزرگی فردوسی. در شاهنامه اساسی فرهنگ فارس ها رو پیش از اسلام با فرهنگ فارس ها یا ایران بعد از اسلام پیوند بده. یک بازم خرد فردوسی دارد میکنه. مثلا متن‌های زرتشتی و حماسه‌های پهلوی و دیگر و اون چیزی که در ایران باستان بود این آگاهی زیاد داشت فردوسی. بنابراین توانست این اثر زیبا رو تالیف کنه. لیکن نام اصلیش اینقدر دقیق نیست فردوسی. با وجود که فردوسی میگه اصلی کنیش علی قصدی ابوالقاسم است. در نامش بعضی گفتن که نامش منصور است، بعضی گفتن نامش حسن است، بعضی گفتن نامش احمد است. این پدرش هم بخیر گفتن حسن و احمد و علی. در نام پدرش هم اختلافات وجود دارد. خب جای تولدش دهه پاز است. پاز یا باز در توسی اون زمان و مشهد حاضر زمان است. همون شهر مشهدی که امروز در ایران است در اطراف همون دهه بود به نام پاز که اینجا تولد شده است. تولد چون قدر عمیق نیست. در وقت شاهنامه خوندن شاهنامه شناسا میگن که در وقت خوندن معلوم میشود که تقریبا سالهای 940 میلادی یا 329 هجری تولد شده است. یعنی که عصر 4 هجری تولد شده است فردوسی. از خانه دهقان بود. دهگان است انیقترش اون زمان. دهگان یعنی انسانای اشرافی زمینداری آدمای پولدار میگفتن. این حالت در زمان ما دهقان آدمی که با زمین کار میکنه. اون زمان دهقان یعنی که به دیگه معنا. پدرش پولدار بود، یعنی که بعد در جوانی ازدواج میکنه، یک پسر دارم میشه، متاسفانه پسر در جوانی وفات میکنه. و فردوسی سال 975 میلادی تقریبا بعد مرگ همون شاعر ابومنصور دقیقی خب شروع کرد به تالیف این شاهنامه خودش. همین منصور پسر ابومنصور فردوسی رو کمک مالی میکرد. تا اون زمانی که منصور زنده بود و دستگیر نشده بود فردوسی از همون کمک‌های واسه استفاده می‌برد و آزادانه همین به خودش تالیف می‌کرد کتاب خودش. لیکن می‌بینی که در پیری و در وقتی پیر میشد از بینوایی و از پیری و از شدن بینواییش اون شکایت هم میکند مثلا خود فردوسی. خب درباره سلطان محمود غزنوی در بعد که دولت سامانی مثلا سقوط کرد بعد غزنوی آمدن بعد میگن که همین سلطان محمود برای همین اثر فردوسی برای شاهنامه 60000 دینار وعده کرده بود است. لیکن متاسفانه از این 60000 فقط 220000 درهمش میفرستاد تمام که سه یک مبلغ میفرستاد. برای اینکه بعضی میگن که اونجا بعضی حسودا و بعضی بدگو هستن که در مذهب فردوسی طعنه میزنن. فردوسی رو مثلا چی میکنن میگن که این بد مذهب است و اون بعضی تهمت میزنن. شاید سلطان به همین باور میکنه و همون کم میکنه جایزه‌ای که برای معین کرد. بعد وفاتش میگن که سال 1020 میلادی هست یا 1025 میلادی است تقریبا. هنگام وفاتش فردوسی 82 ساله بود. خب بعد دیگه روایت 87 ساله میشه دیگه. یا 82 سالگی وفات کرده است یا 87 سالگی وفات کرده است. خب طبق روایت نظامی عروضی محمود از رفتار خود نسبت شاعر پشیمان میشه. یعنی من اینجا یک روایت دیگه است که شاید این روایت هم اینقدر درست نیست. برای چی؟ برای اینکه
گویا که همین فردوسی جنازش گویا از شهر برآورده ایستادن برای گور کردن و همون زمان نماینده سلطان به باقی مانده پول 20000 باز علاوهش آورد که 40000 دیگرش آورده میخواست که چی کند به شاعر دهد. بعد وقتی دیدن که شاعر وفات کرده است با خوانندگاش دادن، خوانندگاش قبول نکرد و اینا میگه. من در زدم روایتی بابای مونم با افسانه برای اینکه گویا که وقتی که جنازه میبرد این نماینده در اومد شهر، چه که در بعضی فیلم ها میشود کنید خیلی چیزا. انا بیاد گذاریم به همون سوال بخش دوم سوالتون گفته که درباره مذهب و دینش. خب من مقاله خوندم یک برادر در نزدیکا در فیسبوک خیلی مثلا مسئله خوب بررسی کرده است. من از مقاله استفاده بردم بعضی سورا اینجا میگم مثلا میگم تعیین مذهب و تعیین مثلا مذهب که فردوسی یعنی که با اون تعلق داشت که هویت مذهبی او خیلی چالش‌های گوناگون دارد. به چالش‌های گوناگون روبرو میشد این چیز. برای چی؟ چون که نسخه‌های شاهنامه گوناگون است، نسخه‌ها متفاوت است. بخش از این نسخه‌هایی که در شاهنامه که هست دستخوش تحریف شدن، اون که الحاقات بعدی به اون مثلا یعنی که بعضی چسبونده شده است بعضی شعرها متاسفانه به زبان فردوسی مثلا، یعنی که از زبان فردوسی جعل کردن گذاشتن این چیزا. از سوی دیگر بعضی پژوهشگران هم اومدند، اونها پژوهشگران به انصاف بودن، پیش داوری مذهبی یا سیاسی خودشون استفاده برده حرکت کردن فردوسی طرف مذهبی خودشون وکنن که هم مذهبی اونها باشد. این چیزم چی کرد؟ بنابراین یعنی این چیز معین کردن خیلی کاری یعنی که آسان نیست. خب یعنی وقتی که من تحلیل مفصلی ابیاتی همون درباره چهاریار است یادتون باشد من یه بار در اینستاگرام و در فیسبوک یک چی گذاشتم، چند ماه پیش بود چند ابیاتی از همین فردوسی درباره مدح چهاریار گذاشته بودم که الحمدلله خیلی مردم قبول شدم. در فیسبوک خوب بود، مثلا از همون شرح نویسی‌هاشون معلوم بود. وقتی این ما بررسی میکنیم مقصد ما دامن نزدن اختلاف‌های مذهبی و اختلاف نیست، بلکه شناختن دقیق‌تر سیمای تاریخی یک بزرگ ملت خود ما است که همون انسان با کدام یعنی که حیاتش بسیارتر خوبتر شناسیم. لیکن برای این خوبتر شناختن باید که چون کنیم در پرتو یک حقایق علمی یک پژوهش کنیم، یک گفتگو کنیم، دور از هر یک گونه تعصب مذهبی و نمیدونم چی. انا که میبینیم که گاهی میشه که یک شخصیتی مشهور پیدا میشه و این شخصیت مشهوره خب هر گروهی، هر فرقه، هر دین میخواد که از خود کنه. چون که نام دارد، نامدار همه خیلی از در تاریخ فقط میخوان که از نام وای استفاده برن. ها وای هم مذهب ما بود، های وای هم دین ما بود، های وای فلان ما بود. یعنی چقدر بزرگا هستن در تاریخ از ما که بسیار بعضی دیگر ملت ها مثلا میخوان که از خود کنن. مثلا بزرگای ما من تاجیک مثلا سینا یا فلان ها هستن بیرونی خوارزم دارن که دیگران میخوان که از خود کنن و از ما بودن، از تاجیک‌ها بودن. مثلا یه مثال زنده یه وقت در یک گزیت در اون وقت کم در سال 2006 بود 5-6 بود یا چند بود در گزیت خوندم دو مثلا اکادمیک تاجیک برای اینکه رخشانه از کدام منطقه تاجیکستان است با هم جنجال میکردن. یعنی که رد نویسی یکی میگه که از فلان جای تاجیکستان است، یکی میگه از فلان جای تاجیکستان است. رخشانه زنی اسکندری مقدونی، یعنی کی از یک دختری است که مثلا با یک انسان اصطلاحگر مثلا شوهر کرد. خب لیکن چه مثلا زنی که مشهور شده خبرون به سبب اسکندر کردن برای ما آدم‌ها چی میکنن؟ حرکت میکنن که همون از خود. یعنی چی خطا میشود و چی خطا چی گناه از وقتی که ما بیایم و یک گذشته خودمون ها مذهبشه دینشه نمیدونم یک هویت دیگر وایشه ما بیان کنیم برای ما میگم جو خطا نداریم. چی مقصدم مثلا چه خیلی گفتیم چی مذهب گرایی نیست اینجا، یک حقیقت تاریخ رو بیان کردن است که این انسانی که اینقدر تاریخ تاثیر گذاشت کتابش تا حالا مثلا 1000 سال گذشته است، تا حالا زنده است و مردم میخونند و اینو. برای همین اینا دانستن ما خوب است. لیکن انا ظاهرا گرچه که ساده میرمودیم مثلا من در بدایت مثلا چهاریار چی کردن تمام سنی بوده است مثلا همین چیز عمدنش میگه در ذهن، لیکن مسئله خیلی مسئله پیچیده است. چی از نظر ادبیات شناسی گیری اگر، چی از نگاه تاریخی گیری، چی از نگاه فرهنگی گیری مثلا چی از نگاه دین شناسی. ببینم اگر در خود شاهنامه شما گفته که مقصد چی است، شاهنامه عناصر مذهبی اسلامی به ندرت به چشم میرسه، اینکه کم است درباره چیزی اسلامی صحبت کرده باشه فردوسی. لیکن این کم صحبت کردن فردوسی در شاهنامه درباره اسلام اویسی طبیعی است یا نیست؟ به فکر شما طبیعی است؟ طبیعی است. چرا؟ چون شاهنامه درباره مسلمان‌ها هست یا که درباره حیات فارس‌ها پیش از اسلام است؟ کدومش است؟ پیش است. بنابراین
درباره حیات مثال فارس ها که پیش از اسلام بحث میکند، درباره اسلام کم گپ زدنش این چیز طبیعی هست. نباید که درباره اسلام گپ نزد سبب مسلمان نبوده است. این فکر غلط است. چون فردوسی خودش گفته است که من درباره اون چیزی که مثلا در کتابای زرتشتی و درباره متن‌های پهلوی که اومده بود و بعضی چیز تاریخی همون جمع کرد برای ما پیشکش کرد برای که گم نشود. این چنین بین موضوع اصلی و محتوای این اثر چی است؟ سراپا حماسه است. حماسه خونی است. برای چیزی اسلامی کم در ندرت مثلا اشاره میکند. موضوع اصلی چی است؟ روایت تاریخ عجم است. یعنی که غیر عرب، یعنی که فارس ها هست. بیان روزگار فارس ها پیش از اسلام است. بنابراین ما یعنی عنصرهای مذهبی اسلامی رو در شاهنامه کم میبینیم. سببش همین است. یه بار دیگه تکرار کنم. یعنی که یکمش چی بوده است؟ موضوع اصلی و محتوای این اثر چی است؟ حماسی است. دومش روایت تاریخ عجم است. سومش چی؟ بیان روزگاری فارس ها پیش از اسلام است. همین سبب شد که فردوسی چی؟ در عناصر یعنی که مذهبی اسلامی رو در اون کمتر بیان کنه، جز در مقدمه و گاه در بین حال میبرد که در کجا ذکر کرده است. یعنی عذر زیاد شاید که این دور دراز شد این حلقه، لیکن خیلی حلقه مهم است. یعنی تقریبا جزء 15 صفحه ورده است. ممکنه که یک ساعت هم رود این حلقه، لیکن به فکر من خیلی مفید میشه. یک نکته دیگرش است که یعنی که این همین نازک گفته که چیزا میگفتن که درباره عناصر مسائل مذهبی یک مسئله هست، دیگه اسمش چی؟ اون چیزی که فردوسی میخواد درباره تاریخ کردن این مسائل دیگه است. یعنی که دو مسائل متفاوت با هم آمیخته کردن چی از روی حکمت هم نیست. گفته که خود فردوسی هم کی است؟ حکیم است. لیکن همین چیزها مثلا باعث شده است که مذهبی فردوسی رو معین کردن مشکل شود. برای چی؟ به ندرت درباره عقیده گپ زدنش، عقیده خداش. یعنی همین سبب شد که مشکل شد فردوسی فهمیدنش. لیکن با وجود نباید پنداشت که فردوسی یک شخص بیدین بود، یک اتئیست بود یا بی ایمان بود و بی باور بود دیگه است، بلکه همون شواهد تاریخی، همون قرائنی که مثلا موجود است در خود متن شاهنامه مثلا خب به یقین میتون پیدا کرد که یک مسلمانی سابقه داره از فردوسی. در مسلمانی فردوسی هیچ شک و شبهه وجود ندارد. و اینچنین میتونیم بگیم که فردوسی چی بود؟ از مکتب پیروانی مکتب اهل سنت و جماعت. علاوه بر این شخصی بود که خیلی وطن دوست بود و به وطن خودش افتخار میکرد و با فرهنگی مثل فارسی ملی خودش هم افتخار میکرد و به همون تمدن ایرانی که پیش از اسلام بود و اینکه خدمت به بشریت کرده بود به همون هم این افتخار میکرد. یعنی ببینید اسلام اومده نمیگه که شما گذشته خودتون تا اون 100% انکار کنید. اما وقتی در همون زمان جاهلیت هم ببینیم پیامبر وقتی جاهلیت انکار کردن چیزای خوبش گفتن، مثلا چیزی بدش انکار کردن. ما همین است، معیار ما همین است. چیزی که بد بود انکار میکنیم، چیزی که خوب است میگیم و افتخار هم میکنیم که مثلا فارس ها یا تاجیک ها یا سغدی یا باختر اون زمان هم خیلی بود. یعنی که ما نباید که متاسفانه گذشته رو کلا انکار کنیم و کلا هم به شکلی بتون قبول کردن هم نمیشه. باید یعنی تفصیل از در این مسئله بسیار به شاهنشاه وقتی که در روز فردوسی گپ میزنن میگن که فردوسی در چی گور نکردن در گورستان مسلمان‌ها. معناش نیست که چی بود؟ زرتشتی بود. نمی حجتش هم همین است. لیکن ما اینجا وقتی که همین چیز بررسی میکنیم از کتاب 4 مقاله نظامی عروضی بسیار تحقیق میکنیم که نظامی عروضی سمرقندی و گرچه که از نظر زمانی مثلا بعد از فردوسی آدم زندگی کرده است، تقریبا 137 سال بعد از فردوسی آمده است. لیکن این آدم هم فکر ترجمه حال فردوسی مثلا در اون کتاب خودش جا داده است و این نخستین سرچشمه دستی اول درباره شناخت فردوسی همین کتاب است. 4 مقاله. خب میتونیم که همین کتاب مثلا چیکاریم اصل قرارات مذهبی جیو همین سوال جوابتون که فردوسی زرتشتی بوده است یا نه. خب چه خیلی اینو دعوا میکنن. نظامی عروضی سمرقندی قصه دفن فردوسی رو چنین تلقی میکنه. ببینید میگه که در آن حال دقت سخت در آن حال مذکر یعنی واعظ، مذکر از کلمه تذکر یادآوری کنندن، واعظ بود در تبران تعصب کرد و گفت من رها نکنم تا جنازه او در گورستان مسلمانان برن که او رافضی بود. اینجا فردوسی تهمتش دارد، رافضگی دارد طبق این واعظ. یعنی که طبق اقتباس این واعظ فردوسی رو چی نامید؟ رافضی نامید، نه زرتشتی. اصطلاح رافضی در عصرهای میانه یعنی که اصلا در مورد پیروانی شیعه افراطی داده میشد که اون شیعه هایی که صحابه پیامبر داشت نامته اونا رو رافضی میگن. خب این معلوم میشود که نزدیکترین منبع تاریخی که به فردوسی مثلا نزدیکترین است
هیچ اشاره به زردشتی بودن فردوسی نکرده است. بجز اشاره بالایی که چی گفت رافضی است، اما اینکه واعظ مولای هم نیست، واعظ است. این گفت باید گفت این رافضی است، گفت نمیگذاره. دومش ببین همدهگانش مانعی دفن او به گورستان مسلمان شدند یا نه؟ مثلا اونجا همدهگان فردوسی برآمدن برای جنازه خواندن. در ادامه روایت باز به من نقل از نظامی عروض میگه که و هر چند مردمان بگفتند با آن یعنی که مذکر در نگرفت. مردم گفتن که ای خیلی نگو این رافضی نیست، تو از کجا این گپ گرفتی؟ اینقدر حرکت کردن که قانع کنن، میگه فایده نکرد. بعد میگه درون دروازه باغ بود ملک فردوسی، درون دروازه شهر، او رو در اون باغ دفن کردن. این دو چیز در کتاب 4 مقاله عروضی چی در آمدگی است. روایت میکنه که یعنی مسلمانان عادی کوشش کردن که وای واعظ قانع کنن که این گپ دروغ از این تهمت از این مردک چی نبود، رافضی نبود. چرا تو اینو بر رفض تهمت میکنی؟ بنابراین ما مثلا ما همدهگانش کسی میدونیم باید که دفن کنیم اونجا. یعنی در این گفته ها الله برام میکنه که در اون زمان فردوسی همچنان مسلمان پذیرفته میشد، نه همچنان چی زردشتی. یعنی که یک واعظ متعصب اومده چه کرد؟ مخالفت ورزید و آدم به رافضی بودن مثلا تهمت کرد، نه به زردشتی بودن تهمت کرد. خب شایسته گفتن هم است که همین واعظ متعصب را به سبب اصرارش به همین رأیش از تبران راندن. مؤلف کتاب یعنی مردم راندن خودش. دلیل برام که مردم قبول نداشتن که این فردوسی چی باشد، رافضی باشه. خب این نشان میدهد که مخالفت با فردوسی مخالفت عمومی مردم نبوده است، بلکه چی یک واعظه که برآمده همین چی کرده است قبول نکرده است، لیکن مردم عکس العمل نشوندن تا واعظ برادر اشر پیش کردن. یک چیز دیگر معلوم میشه که فردوسی در زادگاه خودش چی یک آدمی صاحب احترامی بوده است، مردم احترام میکردن، مردم چیه باید همچون یک سنی میدونستن، نه رافضی و نه چی نه زردشتی. درست است مثلا فردوسی هیچگاه فقیه نبود، مثلا یعنی علمای مذهبی نبود، اینکه زاهد و عارف هم نبود، لیکن یک شاعری زبان آور و بیداردل و ملت پروری بود که از طرح مستقیم موضوعهای دینی در اثر خودش پرهیز میکرد. تو اینکه چی باز قفا میگریم بچه گفتم که فردوسی موضوع اصلی کتابش چی است؟ حماسه ملی ایرانیان است. برای اینکه از موضوع منحرف نشود درباره عقیده و مذهب‌های خودش اینقدر چی به تفصیل در اینجا صحبت نکرده و اینچنین ارزش تاریخی همین کتاب برای اینکه کاسته نشود در این مسئله این انسان وارد نشد. لیکن باز میشه که همین چیزا چی ضمنی مثلا فضای مذهبی عهد فردوسی نیز مثال بیان کنه. یعنی دوران فردوسی مصادف با دوران بود که بحران‌های مذهبی و تعصبات دینی بود. یعنی دلخواه آدم بهش که این رافضی است، این فلانی است، این من حوض میبینیم کنه بعضی جوان‌ها هستن تکفیری‌ها مثلا هر کی با اون مخالفت کرد میگن جهمی است. ولی که این آدمایی که به این جهمیت متهم میشن صدها میل از جهمیت دور هستن. عیناً همین فضا در اون زمان حکم فرما بود بین مسلمان. بنابراین تهمت کردن یعنی که عادی بود. لیکن آدم از تهمت با آزاد بروردن اما از وقت تهمت مثلا سفید کرده بروردن کاری مشکل بود. چی رسد به این فردوسی که مثلا 1000 سال گذشته است که خب لیکن با وجود این بگم کاری مشکلی هست، لیکن باز با رجوع کردن به اون بیت هایی که فردوسی آورده هست ما میتونیم که در اطراف عقیده او صحبت کنیم. بچه از جمله آدمایی که بدخواهش بودن خصومت پیشوا بودن که میتونستن فردوسی رو به هر چی تهمت کنن، به مثلا بد مذهبی و اینا. ببینید یعنی که برای چی مثلا میگم فردوسی رو اینقدر مثلا دقت جلب کننده است؟ بعضی گفتن که مجوسی بود، بعضی گفتن که این فلسفی بود، بعضی گفتن که این دهری بود، بعضی گفتن که این ملحد بود، بعضی گفتن که این کافر بود، بعضی گفتن که این معتزلی بود، بعضی گفتن رافضی بود. 7 شد یا 5 6 شد. یعنی خودش منطقاً گره که چی خیلی یک انسان در یک وقت میتواند هم مجوسی باشد، هم دهری باشد، هم ملحد باشد، هم فلسفی باشد، هم معتزلی باشد، هم رافضی باشد. خود همین تناقض دلالت بر شخصیت فردوسی که اینقدر تهمت کردن دلالت بر اون که چی همش تهمت نسبت به شخصیت است. این چنین امکان داره که فردوسی در یک وقت هم سنی باشد هم شیعه باشد. یعنی فردوسی شناسای زیادی مثلا اطراف این چیز صحبت کرده‌اند. مثلا بعضی گفتن که وای شیعه بود، 12 امام بود، بعضی گفتن که نه شیعه اسماعیلی بود، بعضی گفتن که نه سنی بود، بعضی گفتن که شیعه زیدی بود. خب اختلافات زیادی از در معین کردن شخصیت فردوسی. لیکن ما بیدم برادرها بگیم که فردوسی سنی مذهب بود. بعد اینقدر مثلا مقدمه که آوردیم سنی مذهب بود چون که در ستایش چهاریار ابیات دارد در کتابش
این چنین درباره صحابه ها مثلا درباره صحابه ها رو مدح اصحاب پیامبر ابیاتی دارد. این چنین شهر توس مرکز شافعی مذهب بود. دیده که برای بررسی همون چیز مثلا میگیم که گفتیم که شهرش همون زمان فردوسی رو زمان فردوسی اون شهر کدام مذهب بودن؟ گفتیم شافعی و حنفی. اکثریت بود شافعی بودن. احتمال زیاد که فردوسی هم چی بود؟ شافعی مذهب بود، بس که اکثری همون شهر در مذهب شافعی بودن. خب این چنین فردوسی شخصی بود که به دین احترام خاصی گذاشته بود. خب همچنین وفادار بعد چی بود؟ و همون فرهنگی اجدادی گذشته خود بود که این فردوسی فقط چیزهای خوبی که از اجداد مونده بود همون مثال مدح و مسخره‌ای کرده در برش. البته برادران ببینید اینجا یک چیز دیگر نکته مهم است که بنا به شهادتی منبع‌های معتبر تاریخی نسبت دادن همین تشیع به فردوسی مثلا کدام وقت برآمدند و دعوا کردند که فردوسی مثلا شیعه است. امیر حسین خنجی یک بسیار متفکر ایرانی هست، کتاب داره به نام قزلباشان در ایران. صراحتاً میگه که امیر حسین خنجی ببینید خیلی کتابی شاهنامه در بدایت گفتن که دستخوش تحریف شده است، اینکه بیت های با اون چسبانده شده است کتاب تحریف کردن. میگه که کتاب های شاهنامه فردوسی و حافظ شیرازی که برای ایرانیان مقدس بودند با شگردهای خاصی که ایرانیان به کار بردند در درون ایران ماندگار شد. همین دو کتاب فردوسی و کتابی که حافظ بین ایران خیلی کتابی معتبری کلان حساب میشد بعد از البته قرآن. میگه که فردوسی شیعه کرده شد و چندین بیت شعر وارد شاهنامه گردید. این من نگه امیر خنجی است که خود از ایران است تا نشان دهد که او شیعه بوده است و همکنون در نسخه های شاهنامه هست این چیز بعضی بیت های الحاقی. همین سبب شد که شاه اسماعیل صفوی که یک شخص خونخوار بود که مردم اهل سنت ایران رو که طولی مثلا همون تقریبا تا عصر همین 16 اهل سنت جماعت بودن مردم ایران 1000 سال یا 900 سال اومد به شمشیر مردم شیعه کرد. همین اسماعیل اومد دستور داد که یک نسخه شاهنامه برای پسرش طهماسب بنویسن. یک نسخه از شاهنامه برای پسرش نویسن. وقتی که نوشتن همونجا چه کردن بیت‌های الحاقی در آوردن، همین نام چهاری رو کور کردن دام خیلی. بعد این گپی امیر خنجی است. حافظ نیز شیعه کرده شد و در آغاز دیوانش یک قصیده بلند نهاده شد که از زبان حافظ در مدح علی ابن ابی طالب سروده شده. این هم گپی امیر خنجی است. یعنی ببینید کدام وقت این چی شد؟ تحریف شد وقتی که صفوی اومدن. برای اینکه این شخصیت بزرگ در ایران تاثیر داشت از خود کنن چه کردن چند بیت شعر در آوردند گفتن اینم شیعه بود. و به همین چه این کتاب دستخوش تحریف اینها شد. ببینید نسخه محفوظ در مسکو که مربوط به عهد صفویان است آشکار و دچار تحریف شده است و در اون نسخه نام‌های سه خلیفه رو چی از اونجا از صفحه خراشیده به جاش واژه‌های دیگر جایگیر کرده. این نسخه مسکو است. این نسخه نکته قابل توجه دیگر این است که برادرها نسخه شاهنامه در طول تاریخ به تدریج و بعد از گذشتی از بیش از 200 سال از وفات فردوسی در میان مردم شهرت پیدا کرد. یعنی که یک بار نه بلکه بعد گذشته چی 200 سال بعد رفته آیسته مردم این کتاب قدردانی میکنن. یعنی که اگر عصر 11 مردم شد عصر 13 تقریبا شد این کتاب ها همه جا نشر شد مردم دیگه نمیخوند چون اون زمان ببینید برای چی به این چیز حماسه و اعتبار میدادن. ببینید تلویزیون نبود اینترنت نبود مردم جمع میشدن در چایخانه و در جای جمعیتی همین چیزو میخوندن راحت میکنن که از اون چیزای گذشته مثلا همین چیز پیدا کرد شهرت پیدا کرد. ببینید از جمله برادرها در نسخه های قدیمی این بیت‌های دروغینش منم بنده اهل بیت نبی ستاینده خاک پای وسیع. یعنی که همینم بیت‌های دیگرش میگه که از این در سخن چند رانم همه همانا کرانش ندانم همه محمد بدو اندرون با علی همون اهل بیت نبی و وسیع. ببینید یعنی که یک قافیه های نامتناسب. خب این سخن یکی از انسانی که شعرشناس است هم از مقاله‌ای که من گرفتم میگه که این قافیه ها میگه نامتناسب و ناموافق است. از بین میگه مثلا میگه که آیا کلمه علی با وسیع هم قافیه است؟ اینجا ببینید گفت که محمد بدو اندرون با علی همون اهل بیت نبی و وسیع بالا با علی و وسیع. گفت ما علی و وسیع با هم قافیه نیست. طبق این برادر شعرشناس که هر کس میگه به اصولی شعر فارسی آشنا است قاعده های عروض رو بلد است یا اندک آشنایی دارد یقین میدن که بیتی که نیست فردوسی نیست. فردوسی که استاد سخن سنج بود و نکته دان بود.
هیچ امکان ندارد که این خطاگیت چکنه در کتاب. در ادامهش میگه که با یک بیت الحاقی دیگر بدیل گفت اگر با نبی و وصی شوم غرقه دارم دو یاری وفی. در این بیت نیز ببینید وصی و وفی با هم قافیه نیست طبق انسان شعرشناس و این خطای فاحش در نظر اهل بلاغت آشکار است. میگه و میتوان قبول کرد که از شاعر یک زبانور سخنور استاد چیره دست چون فردوسی این خطاگی مثلا سر زده باشه. باز از اون صاحب مقاله میبرم بچه‌ها میگه که بنابراین در اساس شواهد و قرائنی که دانشمند زبردست و پهلوی شناس فریدون جنیدی که سال 2021 وفات کرده است پس از انجام پژوهش عمیق در باب واژه‌ها و سبک و اسلوب فردوسی، یعنی همین آدم همون گفتیم که فردوسی همین شاهنامه‌ش آموختگی است، پژوهش کرده است در اطرافش، سبکش اسلوب فردوسی مثلا همش چه کرده آموختگی است. گفته است که همه این ابیات الحاقی است و از طبع فردوسی بیگانه است. همچنین که بالا نبی و وصی اون عبارهایی که بعد همین صفوی‌ها به اونجا الحاق کردن. انا که میگذاریم به دلیلی چی بودن مثلا از اهل سنت بودن که مثلا اینجا شاید که دیر باز انتظار بود مشکل سوال ما تقریبا نیم ساعت زیاد شده اطراف صحبت میکنه. ببینید در مدح چهاریار در مقدمه شاهنامه میپردازم. ما گفتیم که در فیسبوک هم گذاشته بودم اون صحیفه، خیلی شوکه شدن در حقیقت وقتی دیدن که این یعنی که این دقیق ترین دلیل بر چی بوده است از اهل سنت بودن فردوسی هست. یعنی دلیل قاطع بر اعتقادی مذهبی اهل سنت بودن فردوسی. میگه این شاعر زبردست و این شاعر سخنور یک دانشمند آگاه به مبانی اعتقادی و اصول دینی یعنی که اسلام است. در چند بیت یعنی یک دنیا معنا رو اونجا جو کرد، یک جهان معنا رو جو کرد. ببینید فردوسی اول درباره اهمیت دانش و دین سخن میکند. در اینجا چه میگه؟ یعنی که میگه که تو را دانش و دین رهاند درست، رهی رستگاری بیبایدت جست. بعد این چی؟ درباره اینکه درباره دین و دانش یک جای میگه. اون روز هم صحبت داشتم درباره دین و دانش، مثلا اون پادکست ببینید همیشه این صحبت میکنه. بعد و ستایش پیغمبرمون میگه فردوسی، بعد اون ستایش چهار خلیفه راشد رو میگه. یعنی که اعتقاد خودش نسبت خلیفه راشدین و صحابه پیامبر به واضح به یک صورت واضح و آشکار بیان میکنه فردوسی. خود درباره علم و ایمان گفت که چی از دانش باید انسان بکنه، باید دانشش با دین همراه باشد. چرا دانش باید با دین همراه باشد؟ چون که دانش بدون دین انسان رو گمراه میکنه. دین بی دانش بی علم انسان رو چه میکنه؟ متعصب و خرافات زده میکنه. بنابراین هر دین مثل دو قناتن، دین و دانش. این اسلام میگه، من شاعر فردوسی هم از اسلام برداشت کرده است. بنابراین این شعر برای ما گفت تو را دانش و دین رهاند درست، رهی رستگاری بیبایدت جست. خب ببینید فردوسی هم دو عنصر محوری نجات انسان را بیان کرد برای ما، علم و دین، یا که دین و علم. خب بسیار چخونه رو بگذاریم به بیت ها. ببینید میگه که پیروی از پیامبر میگه کلید سعادت دو جهان است. خب ببین چی میگه فردوسی: اگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دائم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. یعنی ببینید شاعر خطاب میکنه، میگه که اگر نخواهی که دلت اندوهگین باشد، یعنی که نژند به معنی از اندوهگین نباشد و همواره نیازمند باشی و همواره نیازمند و مستمند باشی، پس راه رستگاری در پیروی محمد صلی الله علیه و سلم است. اون راه رو جستجو کن. خب این دلیل برای که فردوسی چی است؟ مسلمان است یکمش. خب بعد گفت که از احادیث و سنت پاکیزه پیامبر صلی الله علیه و سلم چه کن؟ پیروی کن. اینجا مثلا بعضی شرح‌های دیگر هم هست، مثلا میشه شرطی ولی به سبب که وقت ما اینقدر دور دراز نشود برادر، ستایش چهاریار رو ببینید. در ادامه همین سلسله ابیات شاعر بزرگوار نخست به مقام بلند و منزلت رفیع پیامبر اشاره میکنه. بعد جان چه احترام خاص خودش رو در نسبت به همون چهار خلیفه مسلمانان بیان میکنه. چی میگه؟ چی گفت آن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه نتابد بر کسی بوبکر به. این 100% عقیده اهل سنت جماعت است. چرا؟ ببینید فردوسی آمد گفت که خداوند تنزیل و خداوند وحی، خداوند امر و خداوند نهی. یعنی این معنی چه داره؟ یعنی اشاره داره به منزلت رفیع پیامبر صلی الله علیه و سلم که او صاحب تنزیل قرآن است، این کتاب مقدس است، این کتابی که نازل شد به پیامبر صلی الله علیه و سلم صاحب وحی است.
خب صاحب امر معروف و نهی از منکر است. بعد اون ببینید گفت که فردوسی ابوبکر صدیق بعد بس کرده چی گفت که خورشید بعد از رسولان مه نتابید برکت زی ابوبکر به. یعنی ما اهل سنت و جماعت اعتقاد داریم که ابوبکر صدیق بهترین انسان بعد از پیامبران است. تمام پیامبرایی که مثلا اومدن عددشون مثلا هزارها بود، بعد همون یکم شخصی که در بشریت میستد این ابوبکر صدیق. همین چیز فردوسی گفت، مثلا همین جمله‌ای که بالا گفت کو حاضر که خورشید بعد از رسولان مه نتابید برکت زی ابوبکر به. بعد از رسولان ابوبکر اومد. دیگر از این چیز واضح‌تر میشه در بیان عقیده. مثلا در حالی که اون مثلا اون طرف مقابل مثلا گیریم اگر اونها مثلا ابوبکر دشنام میدن، ابوبکر قبول ندارن، مثلا ها بغیر از 17 تا 20 صحابه دیگه صحابه رو قبول ندارن مسلمان بود. همه صحابه رو نعوذ بالله از دین بیرون حساب میکنن. بعد مرگ پیغمبر امام اشرم میفرماد 12 نفر دیندار باقی بود، بقیه بیدین شدن. اون بقیه‌ای که بیدین شدن زمان پیغمبر هم نماز جماعت صبح میومدن، هم ظهر هم شب. فردوسی گوشد چی میگه؟ ابوبکر بهترین انسان بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی درباره عمر رضی الله عنه میاد چی میگه؟ عمر کرد اسلام را آشکار، بیاراز گیتی چو باغی بهار. یعنی ببینید فردوسی عمر ابن الخطاب را عامل گسترش اسلام و آبادی جهان معرفی کرده شده است. در مقدمهش، یعنی که در مقدمه گفته که من این کتاب نوشتم درست، این کتاب ملی است، کتاب حماسی است، کتاب تاریخی بابام گذشتم هست، لیکن من حال حاضر چی هستم؟ مسلمان هستم. این عقیده منم مثلا نسبت پیامبر این است، باید پیروی شد. عقیده من درباره ابوبکر است که بهترین انسان بعد از پیامبر است، بعد از پیامبرها هست، و عمر است که چه کرد؟ آمد و اسلام گسترش داد و چی کرد. بعد گفت که یعنی که این مدح و تحسینی که به نسبت عمر ابن الخطاب کرده شده است تاکید بر نقش عمر رضی الله عنه در گسترش اسلام بکنه که کاملا با دیدگاه اهل سنت و جماعت چی است؟ موافق است. و همچون یعنی که عمر ابن الخطاب را همچون چی؟ یک شخصیت قوی و یک شخصیت تاثیرگذاری در تاریخ اسلام بداند. جملهش ببینید آخه اسلام رو کرد آشکار. برای چی اینکه بگفت؟ برای که در مکه وقتی مسلمانان نمیتونن آزادانه عبادت کنند، بعد اسلام عمر و حمزه چی؟ آزادانه عبادت میکرده که شدن. اشاره به همین چیز است. یا اینکه اشاره به چی هست؟ میخواد گوید که مسلمانان یعنی که بغیر اون که در زمان پیامبر مثل عمر بن الخطاب اسلام آشکار کرد، این چنین دوران خلافت عمر بن الخطاب بهترین دوران اسلام بود. فردوسی به همین چیز چی دارد؟ اشاره دارد. خدا رحمت. تا اینکه اسلام در دورترین نقاط جهان مثلا چوکر قدمجا پیدا کرد برای خدا. بعد ببینید فردوسی میگه که گیتی رو چون باغ بهار آراستن گفته، اشاره کرد به عمر رضی الله تعالی عنه. یعنی که این نشانه چی است؟ عدالت عمر است. میدونم عدالت عمر بن الخطاب ده ها مثال از در سیره مثلا برای دراز داشتن من مثال نمیارم. خب مثلا دوران خلافت بین اصلاحات بنیادی شد، مثلا در اداره دولت، در ساختار حکومت، جهان رو به عدل و انسان رو پر کردن اون زمان. خب یعنی که اون رو به بستان سرسبز بهاری تبدیل داد میگوید فردوسی. یعنی در نزد اهل سنت و جماعت عمر بن الخطاب در حقیقت همین خیلی است یا نیست؟ همین خیلی است. بنابراین معلوم میشه که فردوسی این بیت ها رو فقط برای اشاره کردن، گفتیم که به ندرت بدین اشاره میکنه همین است. اشاره دارد که من نسبت اینا عقیدم همین است. ببینید درباره عثمان بن عفان چی میگه؟ میگه که پس از هر دوان بود عثمان گزین، خداوند شرم و خداوند دین. پس از هر دوان یعنی که یعنی که ابوبکر و عمر. بعد میگه بعد هر دو این چی است؟ شخصی گزیده، یعنی که گزین برگزیده است، برگزیده شد، عثمان بن عفان است که دو صفتی چی دارد؟ بارز دارد. خداوند شرم است و خداوند دین، یعنی که شرمگین و دیندار. خب یعنی عباره این بیت ببینیم برادرها، پس از هر دوان واضح است که چی است؟ ابوبکر و عمر است. خب شاعر بزرگ بگید که ترتیب خلفا مثل همین ترتیب است. ابوبکر است، عمر است، بعد این دو عثمان بن عفان است که عیناً همون عقیده که اهل سنت و جماعت در کتاب خودشون بارها و بارها تاکید کردند. اکنون بعد اینها میاد درباره علی بن ابی طالب فردوسی میگه که چهارم علی بود جفتی بتول که او را به خوبی ستاید رسول. ببینید کلمه چهارمه. آخه همین مثلا میآیند مثلا رافضی میگن که علی یکم بود چهارم نبود. فردوسی چهارم گفته شده است. اگر به عباره کوچگیم دنگل گفته شده است که چی؟ چهارم جفتی بتول اشاره به کی است؟ فاطمه زهرا علیه السلام دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. واژه بتول این لقب مشهور به همین فاطمه علیه السلام داده میشد که معنای دوشیزه
از مردم گسسته این که معنایش زنی پاک دامن است. نقطه دیگرش باید بگیم همین کلمه چهارم از نظر فضیلت برتری میتد، این هم عین دیدگاهی اهل سنت و جماعت است که میگن که علی چهارم است، ابوبکر، عمر، عثمان و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم اجمعین است. یعنی ببینید که این یک نگاریشی متوازن به نقش خلفای اسلام در گسترش اسلام مثلا چی بیان میکنه فردوسی، که این تماما با همون دیدگاه شیعه 12 امام درست نمیگیرد. چه خیلی گفتیم این 12 امام میگن فقط چند کس اعتراف دارن از صحابه، 17 کس یا 20 کس، بسیار کنیم 20 صحابه را قبول دارن. اما فردوسی برعکس از بین اینجا با میبینیم که یک نکته های دیگری را اشاره میکنه که دلالت بر آن میکند که فردوسی چی است؟ تمام صحابه را مدح و ثنا میگه. ببینید این جمله را: نبی آفتاب و صحابان چو ماه، به هم بستن یکدیگر راست راه. یعنی ببینید اینجا فردوسی یک بیت پرمعنای برای پیامبر صلی الله علیه و آله و یاران گرامیش یک تمثیل لطیفی آورد. اینجا تمثیل لطیفی پیامبر رو به آفتاب تشبیه داد و اصحاب پیامبر رو چی به ماه. یعنی گویا که منبع اصلی نور محمد صلی الله علیه و سلم است و این ماه از آفتاب همون نور چی میکند به خودش گرفته باز چی از خود نور میداد به دیگران. یعنی پیامبر منبع اصلی همچون آفتاب هم و صحابه که از اون منبع مثلا غذا میگیرن مثل مهتاب هستن که نور خود رو از آفتاب اقتباس میکنن. فردوسی بسیار تشبیه بلیغ کرد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی این معنای عمیقی است که یاران پیامبر نور هدایت و احکام دین رو از اون آفتاب گرفته به نسل‌های دیگه چه کردن؟ دادند. این چیزا که دلالت بر آن بکنه که این شاعری چی بود؟ سنی مذهب و چه خیلی با به ترتیب خودش یاد کرد. ببینید یک بیت دیگری میخونیم درباره اون که فردوسی تمام صحابه رو مثلا رضی الله عنهم میگه به اصطلاح حضرت: وزو بر روان محمد درود، به یارانش بر هر یکی برفزود. یعنی که چی هست اینجا در داستان اسکندر بخش 47 اومده از همین بیت. ببینید اینجا نقطه جالبی از برادران میگه که همین که به هر یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله نیز درودی افزون اهدا میکنه. اما کلمه هر یکی هم به اعتبار هر یکی خیلی گفتم اون رافضیای 12 امام فقط 17 تا 20 آدم صحابه قبول دارن. امام اشرم میفرماد 12 نفر دیندار باقی موند، بقیه بیدین شدن. این هر یکی رفتی شده است که باز دلالت بر آن که فردوسی چی بود؟ اعتقاد اهل سنت جماعت رو داشت. غیر از این در داستان اردشیر بخش 14 شاهنامه فردوسی چی میگه؟ از بر روان محمد درود، به یارانش بر هر یکی برفزود. این تقریبا همین بیت پیشنگ مانند است. این با چه دلالت بر آن چه میکند؟ باز همون معنای پیشینه که فردوسی هر یکی صحابه رو یکایک چی میکند؟ راضیگی خودش بیان میکند از اونها. میگه خداوند از اون راضی بود، منم مثل درخشان دعا میکنم. اما این تکرار چنین بیت ها مثلا چی میکند؟ بیانگر اون است که اعتقاد دینی فردوسی به صورت طبیعی و عمیق به روح و جان او آمیخته گشته است. بنابراین جزئی جدا نشونده جهان بینی همین شاعر است. در جای دیگر در داستان سیاوش بخش 9 شاهنامه میگه که به پیغمبرش برکنیم آفرین، به یارانش بر هر یکی همچنین. این دلالت بر چی میکنه؟ یعنی ما نه تنها در مقدمه در مدح 4 یارا چی داشتیم، بلکه در بخش‌های گوناگون که گفته بریم ولی باشون میابیم. یک 3 مثال هم در بخش سیاوش و در اسکندر رو چفتیم اینجا اردشیر. یعنی میگه که اینجا میگه که هر یک یاری پیغمبر هر یکش یکایکشه، یعنی همون 100,000 بودن، 90,000 بودن، 100 چند هزار بودن، همه اونها رو یکایک براشون درود میفرسته. میگه فردوسی این دلالت بر چی میکنه؟ آفرین خواندن فردوسی به اونها، درود خواندن فردوسی به اونها معنای چی میکنه؟ انسان دیندار بودنشه، بعد از اهل سنت جماعت بودنش نشون میده. ببینید گفتش که تعبیر همچنین در مصری دوم یعنی به برابری توجه و احترام همه صحابگان طلب میکنه. همه صحابه رو ما احترام میکنیم. ببینید مفاهیم اسلامی، مفاهیم قرآنی در ذهن و زبان فردوسی رسوخ و نفوذ پیدا کرده است که حتی در داستان‌های مربوط به ایران پیش از اسلام چه کرد؟ جا داد. یعنی اسلام رنگی بوی اسلامی به اون به نظر میرسد از این چیزایی که نوشته باشه. یعنی ببینید در بخش‌های مسائل اعتقادی سیاسی اندیشه او کاملا به دیدگاهی که اهل سنت جماعت
همسو هست. خیلی گفتیم من داستان اسکندر آوردیم از فردوسی که اینجا به همین دوره صحابه گفت اردشیر آوردیم اینجا، یا مثال دیگه سیاوش در باباش آوردیم که عقیده اهل سنت جماعت چاکر صورت که گاه گاه به اصطلاح گویم اگر فردوسی چکونده میایستد هر جای چی شاهنامه عقیده خودش و الا درباره اسکندر گفت اصلا چی بود درباره صحابه گپ میزنه، درباره مثلا سیاوش گفت درباره صحابه چی مثلا صحبت میکنه، برای چی گاه گاه مثلا چی میگه. ببینید برادران، یعنی وقتی دیدم بررسی کردیم اگر مثلا نتیجه گیری کنیم اگر به همون تحلیل جامع درباره شواهدی که مثلا شواهد مستندی که در اون زمان بوده مثلا یا در خود کتاب است، میتونم به این نتیجه رسید که فردوسی یک مرد سنی مذهب بود، پیرو مکتب اهل سنت جماعت بود. چه خیلی درباره مثلا درباره خلفای راشدین و اصحاب پیدار سورت. ببینید برادران، میشد گوییم که روش استدلال ما مثلا درباره همین سنی بودن یا که اهل سنت و مسلمان بودن فردوسی این است که ببینید یکم در ابیات خود به ترتیب و تسلسل فضیلت خلفای راشدین بیان کرد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. خب و این ترتیب مطابق چی است؟ عقیده اهل سنت و جماعت است. این در ابیات خود صراحتا تاکید کرد که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کسی زی ابوبکر به، که ابوبکر گفت بعد از رسول ها اولین شخصی افضلترین شخص حساب میشد. این چون حضرت عمر گفت که گسترش اسلام کرد، اسلام در آنجا پهن کرد، سبب آشکار شدن اسلام شد. حضرت عثمان خیلی گفت درباره حضرت علی گفت که وی جفتی بطول است. خب این توصیفات همگی کاملا به دیدگاه اهل سنت و جماعت چی است نسبت خلفای راشدین کاملا موافقت میکنند. غیر از این بدون استثناء به تمام صحابه پیامبر درود گفت، به تمام آنها چی گفت؟ آفرین گفت. حالا که در مذهب 12 امامه شیعه 12 امامه گفتن که یا 17 کس قبول دارن یا که 20 نفر بسیارتر کریم عدد شده. در بعضشون 4 کس فقط مسلمان بدن بعد پیامبر، بعضیش 10 کس، بعضی 12 کس، بعضی 17 کس. خب بنابراین هیچ گونه نمیشه که فردوسی چی گفت شخصی رافضی باشد، خدا نکرده. این چنین مشاهده کردن که برادر عزیز ابیات ساخته همون رافضی در زمان صفوی چی که داروی نشانی آشکار جعل و مثلا دروغ بودنش هستن ما بسیار کشف کرده تونستیم. بنابراین گزارش مورخان مثلا این ابیات در دوره صفوی در متن اصلی اضافه کرده شده است که فردوسی رو میخواستن که چی نشان دهن؟ شیعه مذهب. از امیر حسین خنجی هم مثال آوردم اینجا. خود همون خطاهای فاحش ادبیه که همون ابیات دارن، قافیه موافقی هم قافیه نبودنشون اینا خیلی بعضی شعرش نساختن دلم دارم میکنه. غیر بین درباره وقتی قضا و قدر هم گام میزنن به مذهب اهل سنت و جماعت مانند دارد، قضا که عقیدهش به مذهب اهل سنت است در قضا و قدر. هم برادری که بحث نوشته است یک جمله زیبا داره، میگه که مسئله مذهب فردوسی فراتر از یک بحث مذهبی است یا به جنبه‌های فرهنگی و هویتی و سیاسی نیست پیوند دارد. لیکن نه تنها درباره مذهب است، این چیز درباره مثلا جنبه‌های فرهنگی و سیاسی و هویتی داخل دارد. نکته مهم این است که یعنی که نباید از نظر دور داشت که فردوسی در سراسر شاهنامه در صدد بیان عقیده مذهبی خود نبوده است. فکر نکنید که فردوسی مثلا داخل شاهنامه میگفت میخواست که عقیده خودش رو بیان کنه اونجا، بلکه هدفش چه خیلی با تکرار شدم. هدف از کتاب وقتی اون سوال داده چی بود؟ روایت تاریخی باستانی ایران و زنده نگه داشتن هویت ملی ایرانیان که فارس ها بود. همین قاعده افتش فردوسی. با کتاب ننوشت از برام گفت که من سنی هستم، عقیده من فلان است بسم الله. لیکن چه خیلی گفتم میچکوند گاه که عقیده خودش رو بیان میکنه در بین مثلا بیت ها، لیکن هدفش از کتاب نویسی و مذهب خودش بیان کردن نبود که. هدف از کتاب نویسی چی؟ روایت تاریخی باستانی ایران تمام. یعنی که هویت ملی یا حماس سرایی بود دیگر. ببینید فردوسی گفتم انسان حکیم بود. ببینید که بدون افراط در مسائل مذهبی و با رعایت یعنی که موازین خردورزی هویت ایرانی رو در چارچوبه فرهنگ اسلامی باز تعریف نماید. توانست نه که در دم چارچوبه چی. وقتی هم مذهب فردوسی رو درک میکنیم این برای ما معلوم میکنه که یک تصویر روشن از همون دهه دهمی که مثلا فردوسی یعنی که زندگی میکرد در معاصر چی برای ما مثلا بیان میکنه که مردم از جهت فکری چه خیلی از جهت فرهنگی چه خیلی مردم خراسان اونجا. ببینید مسئله باز تکرار شدن مذهب فردوسی از ابتدای عصر 20 میلادی به مسئله یک سیاسی و ایدئولوژی مثلا مبدل کرد. باز مثلا من چرا این چیز بیان کردم من سبب مونم که چون من درباره فردوسی گفتم درباره دین و مذهب فردوسی گفتم
چرا؟ چون که انسان‌ها آمدن همین مسئله چی کردن؟ سیاسی کردن، مسئله ایدئولوژی کردن. هر گروه کوشش چکند او رو به مذهب خودش کشونه کنه، به دین خودش کشونه کنه. لیکن وقتی ما بی‌غرضانه مطالعه کنیم شاهنامه رو و هم بیتوش تحلیل عمیق کنیم، منصفانه کنیم، چی میشه؟ معلوم میشه که فردوسی یه شاعری سنی مذهبی است که در عین حال به فرهنگ و تمدن ایرانی خودش افتخار میکنه و دلبسته است. یعنی این دو چیز هیچگاه با هم دشمن نیست. حاضر همین چیزا بعضی همین برام دیگه بعضی انسانای زیایی نماها حرکت میکنن که اسلام از ضد چی گذارن؟ فرهنگ و تمدن تاجیکی و ایرانی قدیمی ما. این نیست. نمونهش همین فردوسی است. مسلمان بود، سنی بود، توانست چاکنات هم فرهنگی همون تمدن ایرانی خودش هم دلبستگی خودش هم با اونجا ابراز کنن، هم چی اسلام خودش حفظ کنن. یعنی فردوسی یک مسلمان سابقه دار بود، خیلی گفتم سنی مذهب بود. یعنی قلب او از محبت بر وطن خودش و افتخار به وطن خودش جوش میزد. از همون چیزاش معلوم است که بیتوی که میزد. هم از همون تاریخ و تمدن این مثال پیش از اسلامی خودش. باز میگیم که تاریخ تمدن پیش از اسلامی دو جنبه دارن. جنبه داره که ما انکار میکنیم، جنبه شرک و کفر و بدعت. جنبه دیگه تمدنی دارد، مثلا از جهت‌های خوب بودن، مثلا هم برای مردم، برای بشریت بعضی چیزای خوب بودن، اونش ما میگیم قبول دارم، مثلا هیچ که انکار نمیکنم. انا کن این جمله رو در اکران میگذاریم برادرها، ببینید این جمله رو ببینید که فردوسی رو صاحب مقاله بسیار جمله زیبا داره. میگه که فردوسی پیش از آن که شاعری مذهبی باشد، شاعری ملی و فرهنگی بود که هدف اساسی او احیای زبان و فرهنگ ایرانی و پیمودن مسیر میانه سنت‌های کهن ایران و مفاهیم اسلامی بود. جمله بره چی بود؟ جمله بود که پیمودن مسیر میان سنت‌های کهن ایران و میان چی مفاهیم اسلامی بود. یعنی یک مسلمانی بود که هیچگاه گذشته خودش انکار نمیکرد، گذشته خودش تحقیر هم نمیکرد، به انصاف میگه. من ببینید ما یادتون باشه درباره چی گپ زدیم. انوشیروان مثلا گفت که 10,000 کنیز داشت مثلا. خب انوشیروان خوبیاش هم گفت، بدیاش هم گفت. یا بهرام گرم هم خیلی گفت که چند صد تا یا قریب نزدیک به 1000 چی دارد، کنیز دارد. یکی جهت‌های خوبش هم میگفت. یعنی منصفانه هر چی بود میگفت. یعنی عیناً همون چیزی که ما گفتیم، ما گذشته رو کورکورونه همش مثل یک گلو بلبلان قبول نمیکنیم، همچی مثل اینکه تماما یک چی باشه پرتاب خونه باشه با اون انکار هم نمیکنیم. خوبش هم هست، بدش هم هست. خوبش قبول داریم، بدش انکار میکنیم. همین نگاه فراگیرش، همین نگاه همسویگرش، مثلا شاهنامه رو شکر یک کتابی کرد که فراملی هست، فراقومی هست، فرامذهبی هست. خب همین بود دیگه. همون سوالی که دادی برادر خیلی جواب خیلی مفصل شد، لیکن ان شاء الله امید دارم که جواب قناعتمند کننده باشه. که خلاصه در آخر یک سوال بدهم، آیا همین فردوسی بغیر از شاهنامه دیگر کتاب نداشت؟ بعضی چیزا این نسبت داده شده است، لیکن درست نیست. من هم در اون نوشته بودم بالا نگفتم، لیکن بعضی چیزا هست که نسبت داده میشه مثلا، لیکن چی نداره. مثال عمر خودش را فقط برای همین داده است. تقریبا 30 سال است یا 30 چند سال عمرش رو بهم صرف. یعنی خلاصه همین است که فردوسی یک شاعری بود، یک شاعری حماسه سرایی بود که توانست بین هویت اسلامی و هویت مثلا پیش اسلامی خودش مثلا چی کند، جمع کند، برای مردم تقدیم کند. و از همه مهمش است که فردوسی یکی از شاعران بود که اهل سنت جماعت بود. دلیلش هم این که خیلی گفتیم درباره خلفای راشدین مثلا اون بیت ها رو سرایید. بعد جا در وقتی که درباره اسکندران بخشی گفتم چندم شاهنامه درباره اسکندر گپ زد، درباره سیاوش گپ زد، درباره اردشیر گپ زد، که اونجا مدح و درود خودش، آفرین خودش به یکایک از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کرد. خیلی که اینجا دیدی ساده. یعنی همین شاعر بزرگ ما، این سخنور ما توانست که در همون جو بیت‌های خودش، عقیده خودش برای مردم گوشزد کرده است که من از جمله اونها هستم که صحابه پیامبر رو مدح و ثنا میکنم و با یکایک اونها درود و آفرین میخونم. یعنی خلاصه فردوسی از اهل سنت و جماعت بود، خیلی که اون زمان توس یا شافعی مذهب بودن یا حنفی مذهب بودن. یعنی خلاصه فردوسی یا شافعی مذهب بود یا حنفی مذهب بود. خداوند گذشتگان رو رحمت و مغفرت کنه.